اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان. آموزش این جلسه ورد تقویت روحانیت هست، یک ورد فوق العاده قدرتمند و استخراجی و خاص که بسیاری از اشخاص قطعاً نیاز دارند و بهتره که انجام بدن. اشخاصی که میخوان در علوم غریبه اما از ریاضت ها، طلاسم، اوفاق، ادعیه جواب سریعتری ببینن و علاوه بر این موارد عملشون قدرتمند جواب بده. متوجه هستید؟ برخیا برای مثال کتابت میکنند 20% تأثیر میبینن. برای اینکه این قدرت اجابت به اوج خودش برسه و در ریاضت ها عرض کردم و استخدامات و طلاسم و اوفاق و ادعیه موفق بشید و به اوج قدرت خودتون برسید، بهتره که این ریاضت رو انجام بدید. ریاضت به چه شکل عزیزان؟ ریاضت 7 روزه هست و زمان شروع ریاضت روز یک شنبه 15 روز اول ماه قمری هست. متوجه هستید؟ یعنی روز یک شنبه باید روزی باشه که برای مثال 2 ماه قمری، 10 ماه قمری یا 14 ماه قمری. متوجه هستید؟ این مشکلی نیست. اما زمانی که 15 رو رد کرد دیگه نمیتونید این ورد رو، این ریاضت رو انجام بدید. پس عزیزان، زمان شروع روز یک شنبه 15 روز اول ماه قمری. بدون نیاز به اسراف و مار، بدون نیاز به تحسین، فقط عزیزان رو به قبله میشینید. نیاز به وضو هم نیست، اما غسل حتما باید داشته باشید. اگر وضو هم انجام بدید که خب بسیار عالی و خیلی هم سریع تأثیر این ورد رو خواهید دید. پس عزیزان، از روز یک شنبه 15 روز اول ماه قمری شروع میکنید. بخور نیاز نیست، عرض کردم خدمتتون تحسین نیاز نیست، اسراف و مار نیاز نیست، فقط غسل باشه کافی هست. رو به قبله میشینید. برای مثال روز یک شنبه هر زمانی که تونستید، فقط عزیزان دیگه نذارید غروب آفتاب برسه. از طلوع آفتاب روز یک شنبه تا غروب آفتاب وقت دارید که این رو انجام بدید. پس رو به قبله میشینید، این ورد رو 40 دور میخونید. متوجه هستید؟ 40 دور. من یک بار میخونم که انشالله کامل متوجه بشید. بیتدن بیتدن غامن غامن، بیتدن بیتدن غامن غامن. این شد 2 مرتبه. برای مثال میخوام 1 مرتبه دیگه بخونم. بیتدن بیتدن غامن غامن. همین. این رو 40 دور میخونید. خب عرض کردم بیتدن بیتدن غامن غامن، بیتدن بیتدن غامن غامن. این شد 2 مرتبه. 40 دور میخونید و دقت کنید عزیزان، حتما باید این اسما 2 مرتبه تکرار بشه، هر کدام 2 مرتبه. بعد از 7 روز، یعنی عزیزان اگر روز یک شنبه شروع کنید، روز شنبه به اتمام میرسید. همین. انشالله عزیزان انجام بدید، روحانیت خودتون رو به اوج قدرت برسونید و تا بتونید در طلاسم و کتابت ها بیشتر موارد در علوم غریبه، حتی ریاضت ها، خیلی سریعتر جواب بگیرید و نفس شما گیرا باشه. انشالله موفق و مؤید و پایدار باشید عزیزان، در پناه حق.